6 ساکنین ناحیه ونج که روز 7 اوگوست نزد بینای شعبه کارهای داخلی این ناحیه برای رهایی 4 گمانبر در عضویت به جریان ممنوع سلفیه دست به اعتراض زده بودند بازداشت شدند. مقامات این جوانان را در تحریک ساکنان برای گردی هم آمدن نزد بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه ونج و ویران کردن ترتیبات جمعیتی متهم میکنند. جورخان زکریازاده سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه ونج روز 9 اوگوست بازداشت گروه جوانان را تصدیق کرد ولی از شرح بیشتر خودداری کرد. در همین حال یک منبع از ریاست کارهای داخلی ولایت بدخشان روز 9 اوگوست بر رادیو آزادی گفت که حالا این 6 نفر دیدار مظافرов، ساربان سبزقدمov، محمد فیاضov، مقصد بردیف، نصیب محبتов و شرفگن سفرов در بازداشت قرار دارند. آنها روز 8 اوگوست پس از یک روزی دست به اعتراض زدن بازداشت شدند. معمولا در چنین حالت دادگاه‌های تاجیکستان قضیه چنین افراد را بر اساس ماده 460 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان یعنی میده اوباشی بررسی میکنند. این ماده مجازات را به اندازه تا 500 سامانی جریمه یا از 5 تا 15 روزی حبس در نظر میگیرد. به قول مقامات آنها روز 7 اوگوست از شعبه کارهای داخلی ناحیه خواستند 4 ساکن بازداشت شده را رها کنند. کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه ونج روز 7 اوگوست برادران اسام‌الدین و نظام‌الدین عبدالمنتظرov ها ساکن دهه جنگلی زوگاوا و فروخروز مزاربونا و آرزو ایمتов ساکنان دهه باود ناحیه ونج را بازداشت کردند. مقامات عبدالمنتظرov ها را در عضویت در گروه ممنوع سلفیه و ترغیب عقاید این سازمانی ممنوع متهم می‌دانند. این هم صحبت ما گفت فروخروز مزاربونov و آرزو ایمتov همچون شاهد عملهای برادران دعوت شده بودند و پس از چند ساعت پرسش آزاد گردیدند. یک همصحبت آگاه رادیو آزادی از قضیه گفت 6 نفر بازداشت شده بیگاه دیروز دستگیر گردیدند. آنها خودشان و چند ساکنان ناحیه را جمع کرده با ویران نمودن ترتیبات جمعیتی به کار کارمندان شعبه کارهای داخلی خلل رسانیدند. اسام‌الدین عبدالمنتظرov پدر دو جوانی که در بازداشت قرار دارند روز 9 اوگوست در صحبت با رادیو آزادی از خانه‌اش در ونج گفت مقامات هنوز شرح ندادند که پسرانش با کدام جرم بازداشت شدند. بعد ما در پیرو حکومت باشیم حکومت بیرون نبرویم یعنی رشوت نبکنه خیلی اونا کمک اگرایی کردن من هم اوی جنجال دارم خطیشه نه که اوی ریسان سخت کردن به خارق بردن شد همون پسر که همون دیدم جبدانان کرده خطی همون نشانیتی امنیتی که من بیا همین حیب شد بگیسی اما یکان حیب داره من هم خطی شما همون حیب یورا چی میکنیم افسوزیدت میکنیم نه که نگم من خیلی میشه فرمان شده فرمان. او امیدواری کرد که بیگناهی پسرانش ثابت می شود و آنها آزاد می گردند. عبدالمنتظرov گفت نفرانی که با گمان اعتراض در نزد بینای شعبه کارهای داخلی بازداشت شدند شناس و برخیشان همکاران پسرش بودند. او گفت این جوانان نه برای اعتراض بلکه برای فهمیدن واقعیت که چرا آنها بازداشت شدند به نزد بینای شعبه کارهای داخلی و شعبه کمیته امنیت در ناحیه رفتند. شیرعلی نصرتov وکیل محله اوبری درگاو که چند تن از اعتراضگران نزد بینای شکیده ساکنان این محله هستند روز 9 اوگوست بر رادیو آزادی گفت 2 نفری بازداشت شده ورزشگرند. او گفت محمد فیاضov و مقصد بردیف که نامشان در میان اعتراضگران هست کشتیگیر بوده در مسابقه های داخلی بارها صاحب جایزه گشتند. همین بچه‌ها گنده نیستن اونا همین دو تاش همین گراسیگات گوشنگیر چمپیون هم وایو هم کاری همین خشلاق باور کرد همه خیلی راستن نمیدونم اما نمیدونم باید چخیل کردن چخیل نکردن. بازداشت 2 ساکن ونج با گمان عضویت در رویه سلفیت در حالی است که مقامات میگویند در ولایت بدخشان از همه بیشتر ساکنان این ناحیه به صف گروهی در تاجیکستان ممنوع دولت اسلامی پیوستند. طبق اطلاع رسمی از ولایت مختار کوهستانی بدخشان بیش از 50 نفر به سوریه و عراق رفتند که بیشتری آنها از ناحیه ونج هستند.